السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز شبکه شهنام. امروز جمع تبریکات شهنام در اولین روز ماه اپریل، در 1 اپریل که جشن زادروز دارند، تبریکات آنلاین داریم. ادیبایتی را بخواهیم تبریک گویم که در اسرائیل هستند. امروز تبریکات از نام اهل عائله‌شان، از نام پدرشان قیمامک، از نام مادرجان عزیزشان نادره خاله، از نام دادرشان الهام و اکرام، کلین پاشاها، نبره ها. البته تبریک میگویم. این لحظه ها را همراه شمایان به هم میبینیم، زنگ میزنیم. السلام علیکم. سنیام رجدینیه. هست نظمی؟ زادروز مبارک، 120 ساله شوه، ساق سلامت گرده. من علاقه 1 سال عمر گذشته، 1 سال و چقدر تاریخ، چقدر عمر گذشته رفت. البته میدانه انامی که تبریک است که من سورپریز آشکار کردگی باشم یا نه؟ آشکار نکرده. البته از نام پدرجان عزیز، از نام مادرجان مهربانتان شما تبریک میگویم. صحت سلامت، ساق سلامت گردید. پیامک تلفن کردن قریب 10 روز پیش بود، گفتن که حسین جان در ازن آیتیدا من سعی میدونیم. من گفتم ها البته. شب آمدند، همه دلشون بوده گپای گفتن که یکا یگانه دختری من امایدگیش، یکا یگانه بود. من خدا بشکر با 1-2 تا دختر آمد، لیکن جای وای در دل من، در قلب من، در چشمه من دیگره. از میبینیم که همیشه ساق سلامت گرده. میخوایم که صحت سلامت گرده. کلیدی در جنتی من بودگیش رسون. ما افتخار میکنیم ابودنی وای. هر روز احوالی ما خبر میگفتگی، دلی ما نمیپرسیدگی، نیتاش کلونای ما خرسند هستیم بودگیش و افتخار میکنیم که فرزند اولین ماهان همین ادیبایتی بودگیش به افتخار میکنیم. گفته یک چشم به اشک آمد و خرسند شدن و نیتای نقشون رسوندن. دخترم بختم زرم بال و پرم، معنی عمرم سمایم اخترم. یاد دارم کودکیت آن زمان، دستی من بگرفته تازان می شدی. لیک از من دور فتاده ناگهان، بر زمین افتاده گریان می شدی. شکر می گویم زی درگاه خدا، قطره از حوض کوثر گشته ای. دخترم صدق و صداقت پیشه کن، عشق با مهر و وفا هم ریشه کن. تا که گردد نهال عمر با بقا، از بد و نیکی جهان اندیشه کن. دخترم پندی پدر را یاد کن، با تحمل باش عمر آباد کن. از نام قیمامک، از نام نادره خالم، از نام الهام، اکرام، کلین پاشاها، جیانهایتان تبریک میگویم. اما جان شیرین جیانهاش نگرده، در پناه خداوند در مسافرت گرده. مسافران را خدا در پناهش نگه دارد. زادروزتان مبارک ادیبایتی، ساق سلامت باشد. اگر سلامتون باشه، اگر رسونه خدا خد برس 1 چند ساعت ها اینترنت میبره. سلامت باشه. زادروز نغز گذرونه. سلامت باشه. خب اینک عزیزان، این بودن تبریکات آنلاینی ما. همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشد، با شبکه شهنام. سلامت باشد. Bugün